رهبری که جاودانه شد. کاگ فؤاد مصطفی سلطانی 7 فروردین 1327 شمسی در روستای آلمانه در مریوان دیده به جهان گشود. دوران کودکی را تا کلاس 4 ابتدایی در همانجا سپری کرد. سپس با سایر برادرانش برای ادامه تحصیل به سنندج رفت. سال 5 ابتدایی را در مدرسه‌ای در محله قطارچیان شروع کرد. کم کم محنت‌های غربت را پشت سر گذاشت و بر ناملایمات دوری از خانواده فائق آمد. او در میان همکلاسی‌هایش سطح بالایی از ذکاوت و تیزهوشی را از خود نشان داد و این عوامل سبب شد برخورد همکلاسی‌ها و معلم‌هایش تغییر یابد. چندین تقدیرنامه در دروس حساب و هندسه و انشا را از مسئولین مدرسه دریافت کرد. تا سال آخر دبیرستان یکی از شاگردان ممتاز سنندج بود. خانواده ما 15 نفر بودیم، 12 برادر و 3 خواهر که هممون پدرم چون که خودش در شهر سنندج درس خونده بود و تحصیلات داشت همه را ناچار نکرد، ولی متقاعد کرد که باید بخونید. من تنها راه سعادت و اینکه شما بتونید در این جامعه جایگاهی داشته باشید خوندن و باعث برید. ما همون دنبال درس رفتیم و من 1 سال کوچکتر از ایشون هستم، ولی پدرم به خاطر اینکه من توانایی هایم به اندازه کاگ فؤاد اصلا نبود، ایشون مأمور کرده بود که من در کلاسی که با اون هستم مواظب من باشه، از نظر درس، از نظر شرایط اون وقتی که در سنندج ما غریب بودیم. اینه که کاگ فؤاد دوران کودکیشو در روستای آلمانه که یکی از روستاهای تاوب مریوان گذراند. سپس پدرم ما را به شهر سنندج فرستاد. دوران دبیرستان اونجا خوندیم. در انتخاب رشته ایشون خیلی نابغه بود واقعا. رشته ریاضی رو انتخاب کرد، من رشته طبیعی و 3 سال از هم دیگه جدا شدیم. ایشون در یه دبیرستان ریاضی میخوند، من در یه دبیرستان رشته طبیعی. ولی خوشبختانه من شانس یارم بود و در تهران به هم دیگه رسیدیم. من تو دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شدم، ایشون در دانشگاه صنعتی علمه. اینی که همیشه در یه خونه و با هم بودیم. و یک خاصیت‌های عجیبی که داشت، خیلی به خواهرامون احترام می‌ذاشت و اصلا همه ما را متقاعد کرده بود که اینا مثل ما در یه سهم برابر هستن. و حتی یادم وقتی سفره می‌انداختن، سفره خانوادگی، و اگرم همیشه مهمون داشتیم حتما اونا هم سر سفره میبایستی حضور داشته باشن. و اون حالتی که در خانواده‌های کلاسیک و سنتی بود که خانم‌ها در جای دیگر و در اتاق دیگر اصلا قبول نداشت و این نوآوری رو من از ایشون به یادگار دارم. بعد در رشته‌های تحصیلی وقتی که در تهران برای امتحانات کنکور شرکت کرد، یه روز یادمه که من و برادر عزیزم کاک حسین که شهید شد و در پادگان مریوان اعدامگری میخواستیم بریم از تهران به تبریز که در امتحانات دانشگاه شرکت کنیم. کاک حسین در رشته ماتماتیک و ریاضی اونجا قبول شد و وقتی که تو گاراژ بودیم، اون وقتا ماشینی ما نداشتیم، با اتوبوس میرفتیم، گفتیم کاگ فؤاد تو مثل نوشتی دانشکده فنی تبریز، بیا با هم بریم. اصلا یه جوری یه لبخندی زد و گفت من نمیام. گفت آخه چطور؟ خب قبول نمیشی؟ بیا. گفت من نمیام ببینم چطور میشه. ما رفتیم تبریز و برگشتیم تهران. اولین روزنامه در اومد مدرسه علی بازرگانی بود، رتبه 2 داشت، بعد دانشکده فنی. خلاصه در 12 رشته معتبر دانشگاه در ردیف‌های خیلی بالا و نمرات عالی پذیرفته شد. ولی شخصا خودش دانشکده نفت آبادان را قبول داشت، دوست داشت که قبول شد در امتحان کردی، ولی در مصاحبه که اعضای ساواک یا ارگان وابسته به ساواک از اون سوالای پرسیده بودن، در اون سوالاتی که جواب داده بود مورد پسند مسئولین قرار نگرفت و جواب بهش ندادن. یعنی گفتن این دانشکده به درد تو نمیخوره. و ایشون اومد یه 5-6 روزی در دانشکده فنی تهران، بعدم منصرف شد گفت دانشگاه صنعتی علمه. به دانشگاه صنعتی علمه رفت و در رشته کارشناسی برق مدرک لیسانس رو گرفت و بعد مهندس شد. من راستش از قبل از قیام کاگ فؤاد مصطفی سلطانی رو میشناختم، چون ما رابطه فامیلی داریم، ولی با توجه به اینکه ایشون مواقع
سالهای زیادی رو در زندان متاسفانه گذروندند، کمتر امکان ارتباط نزدیک به اون صورت با ایشون امکان داشت و کاک فؤاد در مناطق غیر از کردستان زندانی بود و راستش بیشتر شناخت عمیق از کل خصائص و شخصیت ایشون رو من زمانی به دست آوردم که قیام وسیع مردم ایران در سال 1357 صورت گرفت و در جریان مبارزات مدنی شهرهای کردستان و در تب و تاب روزهای قیام بیشتر شانس نزدیکی با ایشون و آشنایی از نزدیک رو پیدا کردم. من اولین باری که کاک فؤاد رو دیدم در زندان شماره 4 قصر بود. همه زندانیان 3 ساله تا 4 ساله، 1 ساله، 2 ساله را با هم توی یک زندان جا دادن که حدود 500 نفر بود. یکی از کسایی هم که اونجا من شناختم کاک فؤاد. سالهای تحصیلی هفتم، هشتم و نهم را در دبیرستان رازی خواند و سپس برای تحصیل در رشته ریاضی به دبیرستان هدایت رفت و در کلاس‌های 10، 11 و 12 شاگرد اول کلاس شد. در کلاس 11 به عنوان شاگرد نمونه سنندج برای اردوگاه رامسر انتخاب شد و به اردوی دانش آموزی رامسر رفت و در همین سفر با دیگر محصلین سایر نقاط ایران آشنا شد. تابستان 1345 هنگامی که برای دیدار والدینش به آلمان برگشته بود، به عنوان کارمند موقت به مدت 2 ماه در دخانیات مریوان استخدام شد. سپس برای ورود به دانشگاه در مسابقات کنکور سراسری دانشگاه شرکت کرد و در بیش از 12 دانشگاه معتبر پذیرفته شد. علاقه زیادی به دانشکده نفت آبادان داشت و در کنکور این دانشکده هم قبول شد. اما در مصاحبه شفاهی که از طرف مقامات دانشگاه برگزار شد، از او سوال کرده بودند اگر نخست وزیر ایران شوید، در اولین اقدام چه کار می‌کنید؟ او در جواب گفته بود اگر نخست وزیر ایران بشوم، برای مناطق عقب مانده کشور و نواحی فقیرنشین ایران امکانات رفاهی، جاده، مدرسه، دانشگاه، آب سالم و برق فراهم خواهم ساخت. همین موضع انسانی و بشردوستانه کاک فؤاد مورد پسند مسئولین دانشکده قرار نگرفت و او را نپذیرفتند. آنگاه به تهران رفت و در محله خانی‌آباد از طرف یکی از آشنایان اتاقی را برایش کرایه کردند، ولی همچنان در انتخاب رشته دانشگاهی مردد بود. سرانجام بین دانشکده فنی تهران و دانشگاه صنعتی شریف دومی را انتخاب کرد. در این مقطع با دانشجویان رادیکال و چپ و همفکرهای خیش آشنا شد و در سال 1348 همراه با تعدادی از روشنفکران آگاه و مصمم اولین سنگ بنای تشکیلات مخفی کموله را بنیاد نهاد. با موفقیت دوران 4 ساله مهندسی برق را در دانشگاه صنعتی شریف تمام کرد و دوران افسر وظیفه را در اداره برق مریوان به عنوان مدیرعامل برق شروع کرد. در برابر ظلم و ستم و ناعدالتی‌های مأموران رژیم ایستاد و هرگز تسلیم زورگویی‌های ساواک مریوان و فرماندارش نشد. این ایستادگی اتوریته کاک فؤاد را بالاتر برد، اما حاکمان برایش پرونده سازی کردند و او را به بروجرد تبعید کردند. در دوران مدیرعاملی برق بروجرد و مریوان خدمات شایانی به شهروندان فقیر و کم درآمد آن دو شهر ارائه داد. پس از پایان یافتن دوران خدمت برای کار در انستیتوی تکنولوژی شیراز، برق کرمانشاه، تهران و سنندج از او استقبال شد. سرانجام و با توجه به افکار و خط مشی سیاسیش
در انستیتوی تکنولوژی سنندج به عنوان دبیر فنی شروع به کار کرد. در محله آقازمان سنندج خانه‌ای کرایه کرد و هنوز کمتر از 1 ماه از شروع به کارش در انستیتوی تکنولوژی سنندج نگذشته بود که ساواک او را دستگیر کرد. در همان روز بازداشت با دستبند او را به زندان کمیته مشترک تهران که از ارگانهای ساواک، شهربانی، ژاندارمری تشکیل شده بود، انتقال یافت. جناب کاک فؤاد زمانی که در دانشگاه تحصیلاتش رو تمام کرد به عنوان افسر وظیفه به شهر مریوان فرستاده شد، ولی شرکت برق منطقه غرب پستی را که برایش پیشنهاد کرد مدیر عامل برق شهر مریوان بود. ایشون در اون زمان با مسئولین ساواک و فرمانداری در افتاد و راضی اونا فرمان میدادن و اینم قبول نمیکرد، اصلا سر تسلیم فرود نیاورد. و دستور میدادن که برق و شبکه برق برای فلان محل بکشی، برای فلان روستا. این گوش نمیداد، خودش میگفت ما یه ارگان مستقل هستیم، من خودم تشخیص دارم که برق رو به کجا بکشم. از این نظر براش پاپوش درست کردن و با کسی به اسم آقای نیرومند در افتاد و برش داشتن. و وقتی که برش داشتن شرکت برق منطقه غرب دوباره چیز کرده، به عنوان مدیر عامل شرکت برق بروجرد رو انتخاب کرد و به شهر بروجرد برد. قبل از اینکه وارد این فاز کار کردن بشه در تهران سمتوسی سیاسی داشت و گرایش چپ اون زمان که به هر حال متأثر از افکار مارکسیسم لنینیست و حتی به شیوهی نه زیاد گسترده مائویسم بود و وارد فعالیت‌های سیاسی شد. وقتی که در بروجرد بود به هر حال ساواک شک برده بود که این انسان به نظر خودشون با اون معیارهایی که ساواک داشت که غیر عادی به نظر میرسه، ولی نتونستن هیچی ازش به دست بیارن. اینی که وقتی که تموم کرد برگشت به سنندج و میخواست کار کنه. همه توقع داشتن که در شرکت برق و در جاهایی که معمولا متوجه جریان الکتریسیته و ارگانهای الکتریسیته اونجا، ولی نه، انتخاب نکرد. تقاضای کار دبیری در شیراز، اصفهان و تهران کرد که جواب مثبت رو گرفت و بعد در آخرین لحظات گفت ببینن در شهر سنندج چی. در شهر سنندج هم تقاضای کار کرد و بعد از 28 روز در انستیتوی تکنولوژی شهر سنندج توسط ساواک دستگیر شد و به این شیوه او رو به زندان کمیته مشترک در تهران بردند که این زندان ارگانی بود با همکاری ژاندارمری، ساواک و پلیس اداره میشد که زندانی رو در لحظاتی که به کمیته مشترک میبردن به این معنی است که یه ماده خام زیر دست این ارگانه و اینو به اصلاح شکل بدن. اولا از اطلاعات و از هر چی داره که به قول خودشون ضد رژیم خالیش کنن. وقتی که خالی شد بعد از شکنجه های طولانی و اعتراف گیری، اون وقتی که آماده میشه که این کار روش شده و آماده است، یعنی تولید کارخونه آماده است و بره به مناطقی که اونا خودشون در نظر میگیرن. اینه که بعد از 4 ماه شکنجه و آزار زیاد اونو به زندان خاص فرستادن که در مدتی طولانی در کمیته مشترک زیر شکنجه و آزار قرار گرفت، ولی دشمن نتوانست رویش را در هم شکند. رازها را با سربلندی و کرامت در سینه نگاه می داشت. بعد از محکومیت 3 سال را در زندان قصر سپری کرد. همزمان با سر کار آمدن جیمی کارتر در آمریکا و افزایش فشارهای بین المللی بر ایران در رابطه با عدم نقض حقوق بشر، فشار و شکنجه بر روی زندانیان سیاسی در ایران کاسته شد و رژیم به خاطر بقای خیش تا حدی آزار و شکنجه آشکارا کم کرده بود. نمایندگان صلیب سرخ از زندانهای ایران بازدید کردند. به طور کلی کاک فؤاد آدم خیلی فهمیده و با درک خیلی عالی بود، خیلی صمیمی و با احساس مسئولیت بود و رفیقانه با تمام زندانیان، چه کسایی که هم نظرش بودن و چه کسایی که نبودن، دوست بود و روشون تأثیر می‌گذاشت. به طور کلی یک آدم خیلی منطقی و به اصطلاح با برخورد اقناعی بود. خیلی راحت میتونید دوستا را، رفقا را یا کسایی که حتی مخالفش هستن
به قناعت برسونیم. مثلا من چند بار در خود زندان این ایده رو دیدم از ایشون. اولیش در مورد اومدن این چیزای امنیستی بود، افراد امنیستی به زندان، برای اینکه ببینن در زندان های سیاسی ایران آیا شکنجه صورت میگیره یا نه. بعضی ها میگفتن نباید شرکت بکنیم به خاطر اینکه امکاناتمون رو بعدا میبرن. بعضی ها میگفتن اینا امپریالیستی هستن، نباید شرکت بکنیم. فقط نظرش این بود که باید شرکت بکنیم و بهشون بگیم که شکنجه شدیم، بهشون نشون بدیم آثار شکنجه رو و استدلالش هم این بود. گفت وقتی که ما پهلوی بازجو هستیم بهش میگیم که نه شما ما رو نزدین، خیلی بهمون لطف کردین، معلومه اگه اینجوری هم بگیم دروغ داریم. خب حالا که این امکان با وجود اومده که در دنیا به رژیم شاه فشار بیارن و در مورد زندانیان سیاسی هم یک اقداماتی در صورت میگیره، چرا ما از این استفاده نکنیم؟ به هر حال همه رو به این قناعت رسوند. در واقع کسای دیگه هم بودن البته در این مورد مثل کافکا صحبت میکردن، ولی اون کسی که تونست این مسئله رو در زندان رهبری بکنه باید مصطفی سلطانی. بعدن در همین زندان شاه گفته بود که بازرسای خودش رو میفرسته به زندان که ظاهرا ببینه راستی زندانیای سیاسی شکنجه شدن یا نه. مسئولین زندان خواستن ما رو تحقیق بکنن، میگفتن دکتر میاد و این دکترها که میان باید شما لخت بریم پرد. روی این مسئله صحبت که چطوری برخورد بکنن با این مسئله. باید دیدش این بود که ما پروی دکتر میریم وقتی که لازم باشه اونجا لخت هم میشیم، ولی اینجا اولا میدونیم اینا بازرس شاهنشاهی هستن، اینا دروغ دارن میگن به ما، میگن دکترها میگن. ثانیاً چه لزومی داره ما بیرون لخت بشیم بعدا بریم پروی دکتر؟ مگه در بیرون این کار میکنن؟ اینا میخوان ما رو تحقیق بکنن و از این مسئله استفاده بکنن برای اینکه ما رامشون باشیم و مردم قبول نکردن. جزو اولین کسایی بود که رفت و حاضر نشد لخت بشه و بره. 14 نفر ما رفتیم، هر 14 نفرمون رو بردن بعدن انفراد. منظورم اینه که به طور کلی فوراً یک چیزی به نظرش میرسید منطقی بود، اقناع میتونست بکنه، اما از همه مهمتر نبود که میدونست یا به هر حال به لحاظ منطقی آدم خیلی منطقی بود، آثار مارکسیستی رو خونده بود، تئوری بلد بود، اینا همه بود، ولی اینا به نظر من مهم نبود. مهم اون جرأت اقدام کردن بود. کافکا جرأت داشت و میتونه اقدام بکنه. چیزی که در تئوری آموخته بود فقط در تئوری نمیذاشت باقی بمونه، به عمل در میاد. این خیلی مسئله مهمی و این مسئله باعث شد که کافکا به اون رهبر واقعی مردم در کردستان تبدیل بشه و بتونه حرکت اون خارج شدن همه مردم
مریوان رو از شهر به وجود بیاره، اتحادیه های دهقانی رو به وجود بیاره، جمعیت های کردستان رو به وجود بیاره. برای هر چیزی وقتی که تئوریش میومد عمل و اقدامش بهترش بود. این خیلی مهمه. بدون این امکان نداشت. در مورد حمله به کردستان هم 28 مرداد وقتی که جمهوری اسلامی و خمینی فرمان دادن که به کردستان حمله بشه، در عرض چند ساعت فقط به اصطلاح تونستن جنبش اول علیه جمهوری اسلامی و جنبش مقاومت مردم کردستان برپا بشه. در عرض چند ساعت اعلام شد. و کاک فؤاد به خاطر فعالیت‌های سیاسی درون زندان از چهره‌های سرشناس زندان به شمار می‌رفت، تا جایی که وقتی در سال آخر تقاضا کرده بود که به سنندج منتقل شود، رژیم به ناچار با این درخواست وی موافقت کرد. زندان سنندج یکی از مقاطع و دوره‌های اوج شکوفایی زندگی سیاسی و رهبری کاک فؤاد است. در آن زندان او کاراکتر، قدرت رهبری، سازماندهی و شخصیت کاریزمایی خیش را به همگان نشان داد. او و همرزمانش تنها با اسلحه ایمان توانستند 24 روز در اعتصاب غذا به سر برند. تصمیمات و مواضع کاک فؤاد مرز زندان را درنوردید و در سطح شهرهای مریوان و سنندج انعکاس فراوانی داشت و سکوت را در میان مردم شکست. در دوران اعتصاب روشنفکران و افراد خانواده‌ها در شهر سنندج تظاهرات کردند و جمعی از جمله پدر و مادر و برادران کاک فؤاد اسیر و زندانی شدند. در زندان قصر خیلی خشونت و بیرحمی توسط ساواک اجرا می‌شد. مخصوصا از کادری استفاده می‌کردن که نهایتاً شرایط یه زندانی سیاسی رو درک نمی‌کردن و یا اگرم آگاهانه درک می‌کردن همیشه به سرکوب و شکنجه پنهان بودن. کاک فؤاد در این زندان که دوستاشو می‌بینه، البته هیچ اعترافی نکرد، یعنی بعد از کاک فؤاد کسی در تشکیلات حکومت اسیر نشد، حتی دوستانش هم اعترافی نکردن. فقط این جمعی که گرفته شده بود هنوز ساواک نمیدونست که تشکیلاتی اینا درست کردن و دارن فعالیت میکنن. خیلی ارگان ساواک و رکن دوی ارتش مونده بودن که اینا چه تشکیلاتی هستن یا چرا با هم دیگه جو نمیسن. کاک فؤاد در این زندان دوستاشو جمع کرد و همه رو به ایده های مختلفی داشت، مثل رهبر یک ارکستر که نواهای مختلف، نوت‌های مختلف رو از هر کسی میشنید، اینها را در جمع میکرد و مثل یک سمفونی اینو رهبری میکرد. نظرات مختلف و به هر حال یک پیوند و یک عاطفه خیلی غلیظ بین رهبران و پیشروان سیاسی اون دوران پیش اومد که آقای محمد مسیحی که از همزندانی‌هاش بود، آقای ابوبکر مدرسی دومیش بود، آقای عبدالله مهتدی و خیلی از دوستان دیگر که گرایش‌های سازمان چریکای فدایی، پیکار و عناصر مذهبی هم بودن. برای تعریف میکرد که با عناصر مذهبی که در زندان بودن رابطه خیلی توأم با احترامی داشت، زیرا کاک فؤاد معتقد به احترام به دیگران نشان بود. در این زندان قصر که استوازه میکنه و اینو از هشتی به اصطلاح اون بندهای زندان سیاسی در میارن به زندان عمومی میبرن. در زندان عمومی معمولا انسانهایی وجود داشتن که یه جرم اجتماعی رو مرتکب شده بودن ولی از نظر پایگاه اجتماعی سکوت کرده و واقعا خصلت‌های یک انسان عادی رو کمتر حمل می‌کردن و معمولا انسان‌هایی بودن که جرم‌های خیلی بزهکار بودن. این میره زندان عادی واقعا به این منظور فرستادن که زندانیان عادی که به اصطلاح داش و از این آدم‌های پهلوان که تو زندان بودن اذیتش کنن. ولی کاک فؤاد در زندان عادی هم به اعتصابش ادامه داد و تونست تا لحظه مرگ مقاومت کنه و حرف خودش رو بر کرسی بنشانه و اینو دوباره به زندان سیاسی برگردوندن. در زندان قصر میتونه یه همنوایی، یه هماهنگی بین دوستانش رو جمع جور کنه، چون که واقعا از همدیگه بریده بودن و هر کسی در یه گوشه از ایران، یکی از دوستاش در اصفهان زندان بود، یکی در
زندان کرمانشاه و به این وسیله تونست اتحادی وجود بیاره. قسمت دوم سوالتون اینه که در سنندجم وقتی که آقای جیمی کارتر سر کار اومد بین زندانیان سیاسی یه اصطلاحی مقبول بود که این جیمیکراسیه. ایشون از کشورهای وابسته به آمریکا خواست که مطلقاً شکنجه را بردارن، مطلقاً آزار و بی‌حرمتی به زندانیان را تمام کنن و جهان در پریود دیگری قدم گذاشته و یه فاز دیگری در جهان می‌گذرانه. اینی که ایران هم واقعاً با اون شیوهی که قبلا شکنجه می‌کردن و یا توهین می‌کردن افت کرده بود، از بین نرفته بود ولی افت کرده بود. اینی که کاک فؤاد در این زمان با وسیله تماس با صلیب سرخ اینها تماس گرفت و یعنی آقایی که از صلیب سرخ با اوشون تماس گرفته بود در زندون دوباره تماسش برقرار کرد. آقای میشل اسمش بود و فرانسوی بود و به این وسیله به زندان سنندج برگشت. در زندان سنندج که همه زندانیان به اصطلاح مال کردستان و 2-3 نفرم از اصفهان و نهاوند و شهر کرمانشاه تبعیدی مثل تبعیدی در اونجا بودن. در اینجا هم میبینه که شرایط خیلی اسفباره و اصلا این زندان تجربی نداره که چطور باید انسان سیاسی که پایگاه اجتماعی داره، واقعا درس خونده، مطلعه و انسان پیشرو چطور برخورد کنن نمیدونستن. اینی که فشارها بازم ادامه داشت، شکنجه ها بازم ادامه داشت و اینم کفایت با دوستاش در تماسهای مخفی یه اعتصاب غذایی به 4 روزه راه انداختن که در این اعتصاب 4 روزه حتی 11 روز زندانیان عادی شهر سنندج به این اعتصاب پیوستن که خیلی نیروی عظیمی پشت سر خودشون حس میکردن. کفایت و همه‌شون این دوستان عزیزی که اونجا بودن، آقای محمد شافعی، آقای عثمان روشن توده و عناصری از پیکار و از سازمان‌های چریکای فدایی و از حزب دموکرات کردستان اینا همراهی میکردن و خیلی شجاعانه مبارزات ادامه دادن که با دخالت همین صلیبی سرخ آقای میشل که فرانسوی بود دوباره ایشون به زندان سنندج اومد و خواست که اعتصاب را پایان دهن و ایشون دخالت میکنه که خواسته‌اشون برآورد بشه. یعنی این در زمان خیلی حساس گذاریه که حکومت شاه خود نکرده و حکومت فاشیسم اسلامی هم هنوز سر کار نیامده، یه حالت بینابینی و نه حکومت شاه قدرت داشت به اندازه کافی، نه اینا اپوزیسیون اومده بود هژمونی سیاسی رو کسب کنن. اینه که کفایت و همه دوستانش اعتصاب غذا را پایان دادن، ولی قبل از اعتصاب غذا گفتش که وسیله دوستانی که آقای صدیق کمانگر وکیل پایه که دادگستری که مرتب برای دفاع از زندانیان عادی اونجا میرفت با کفایت هم ازش و دکتری به اسم دکتر فتح الله لطف‌نژادیان که در کمک رسانی به مردم و خلق ترکمنستان جان باخت، ایشون هم برای تداوی زندانیان عادی به زندان سنندج میرفت تماس داشت و اینها به بیرون سفارش دادن که یه اعتصابی در جلوی دادگستری راه بندازه که این همه فشار برای زندانیان عادی و زندانیان سیاسی میارن. مردم از مریوان، از بانه، از سقز اومدن و یه اعتصابی در جلوی دادگستری سنندج و تو ساختمانش روبراه شد و راه انداختن. رئیس دادگستری خواست که کسی به عنوان نماینده بره با ایشون صحبت کنه، ولی آقایی که در اونجا به عنوان نماینده انتخاب شد تصادفاً اون روز لباس کردی پوشیده بود و وقتی که رد نپذیرفت خیلی تحقیرش کرد و خیلی بهش اهانت کرد. اینه که مردم هم خیلی مایوس شدن. پلیس هم کاری نداشت، خیلی مهربان بودن در اون لحظات، ولی همین که کارمندان دادگستری بیرون رفتن برای استراحت، مدارس تعطیل شد، بازار هم یه مقداری تعطیل شد، حملاتشون رو شروع کردن و خیلی از خانواده‌های زندانیان سیاسی را کتککاری و اسیر کردن که در این ماجرا پدر و مادرم، برادرم، خواهرم اینا زندانی شدن و در زندان موندن. دوران 4 ساله زندان نیز تمام شد و کاک فؤاد در میان استقبال گرم و کم نظیر مردم آزاد شد و به زادگاهش روستای آلمانه برگشت. در زندان شاه دوره سلطنت بودند، موارد زیادی دستگیر شدند. فکر میکنم آخرین حکم زندانشون 3 سال بود یا 4 سال، مطمئن نیستم، ولی آزادیشون همزمان بود با مدتی چند ماهی قبل از قیام 1357 قیام مردم ایران و ایشون از زمان آزادی تا زمانی که شهید شدن متاسفانه 11 ماه در دور حیات بودند
و در این 11 ماه به اندازه سالهای سال تأثیر سیاسی و اجتماعی در جامعه کردستان به جا گذاشتند. ایشون در زندان هم شخصیتی ایستا و مبتکر در کنار یاران دربندشون بودند و حکایت ها زیاد از ابتکارات ایشون و مبارز بودنشون در سلول های زندان سلطنتی در زمان شاه. و وقتی که آزاد شدند، جالب اینه که من یادم هست که زمانی که ایشون آزاد شدند، خانوادهشون در یکی از دهات اورامان که محل سکونت خودشون بود براش شادی برپا کردند و مدعوینی داشتند و عده‌ای برای شرکت در این شادی شرکت کردند. اما خاطره‌ای که هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره اینه که در تمام مسیری که از شهر مریوان ما به اورامان سفر کردیم برای شرکت در مجلس شادی آزادیشون، میدیدی که در هر ده و هر قصبچه و هر شهرکی کوچکی مردم دست گرفته و همه با هم زن و مرد میرقصند. وقتی میپرسیدی که چه خبره، میگفتن مگه نمیدونی فؤاد مصطفی سلطانی از زندان آزاد شده. تازه این برمیگرده به شهرت و آوازه کاک فؤاد قبل از رخداد انقلاب در ایران و قیام مردم در ایران. بعد از اون کماکان با خدماتی که کرد، با مبارزات و فداکاری هایی که از خود نشون داد و تأثیرات مبتکرانه و داهیانه‌ای که بر روند مبارزه آزادی خواهی در جنبش کردستان ایران داشت، بیشتر و بیشتر در قلب ها جا گرفت. هست که یه نقطه عطف عظیم تاریخی در رهبری کافات پیش میاد. یعنی در زندان سندشت یه نردبانی را میذاره که میخواه خودش پرتاب کنه به اون نقطه اوج و رهبری رو به دست بگیره. این در اثر فعالیت ها و سازماندهی و رهبری داهیانه و خردمندانه خودشه که این نردبان غیر مرئی براش آماده میشه. وقتی این نردبان آماده شد، در کوچه شهر مریوان که یک کوچه تاریخی بود و شهر رو مردم خلوت کردن و در جایی به اسم کانی میران یه اردوگاهی زدن، در اینجا دیگر رهبری خودش رو به اوج رساند و پلکان نموند و همه مردم اون قبول داشتن. مضافاً این که کافات در هیچ مجمع عمومی، در هیچ کنگره‌ای رأی گیری نشد که رهبر بشه. واقعا از میان قلوب مردم و از میان آرزوهای مردم زحمتکش و مردم رنجبر این انتخاب به او تفویض شده بود و خود به خود به عنوان رهبر خودش رو نشون میداد. ولی انسانی خیلی متواضع، خیلی صلح‌طلب، خیلی آگاه، خردمند و واقعا رهبری داهیانه، رهبری خیلی منطبق با پتانسیل مردم و فضای سیاسی آن روز و تاکتیک های مناسبی را انتخاب میکرد که میتونست مردم را پشت سر خودش ردیف کنه و قدم به قدم جلو بره. 10 روز تمام مراسم شادی و استقبال ادامه داشت و اقشار و طیف‌های گوناگون برای دیدار با او می آمدند. در همین گیرودار موج انقلاب خیز برداشته بود و نوای آن به گوش می رسید. رژیم شاهنشاهی به سراشیبی افتاد و با حرکتی نچندان کند سقوط کرد. شهرها مرکز ثقل اعتراضات و رزم بر علیه شاه و ساواک بود. کاک فؤاد در این بره از زمان صاحب برنامه و پلان خیش بود. در اعتراضات کشاورزان روستای بیلو در منطقه مریوان همراه کادرهای کموله نقشی مهم بر عهده داشت. ببینین کاک فؤاد وضعیت ملت کرد و مردم کردستان رو میدونست و آشنا بود به تمام کار. میدونست که برای اینکه بتونن یک حرکت بزرگ سیاسی انجام بدن آمادگی لازمه. بدون اینکه این آمادگی به وجود بیاد نمیتونستن به اصطلاح از اینکه حرکت بزرگی با موفقیت پیش بره صحبت بکنن. به خاطر این ما همیشه
میخواستیم که این خواست ارتدایی جمهوری اسلامی را که سرکوب مردم کردستان بود به خاطر نگفتنشون به جمهوری اسلامی عقب بندازیم. مسئله اینکه مذاکره باید بشه از راه برای این کار و میگفتیم. در عین حال پاک فؤاد خودش آدم خیلی دموکراتی بود. این مسئله ای که به اصطلاح شما اشاره کردیم بله واقعا اینجوری بود. ایشون بدون این که به کسی فشار بیاره از طریق اقناع میتونه کارشو پیش ببره و به خاطر این لزومی نداشت به اینکه به نوعی به اصطلاح چیزهای قهرآمیز، عقاید قهرآمیز در مورد مسائل اتکا بکنه. خیلی راحت اقناع میتونست بکنه. پاک فؤاد شناخته شده بود برای مردم مریوان. پاک فؤاد به عنوان کسی که قبلا زندانی سیاسی بوده و به عنوان کسی که در جریان تظاهرات علیه شاه و اینا خیلی فعال بودن، در جریان اینکه جمعیت ها و اتحادیه های دهقانی و اینا به وجود آمدن، بعداً اتکا به مبارزه مسلحانه هم در زمان خودش، اینا همشون هم کماله و هم پاک فؤاد و بیشتر در میان مردم محبوب میکردن. پیشنهاد پاک فؤاد این بود که ما به زور متوسل نشیم که اونها این امکان رو به دست نیارن که سرکوب بکنن. به خاطر کوچ مریوان میومد، ولی این کوچ به طرف سنندج نبود. بیرون شهر یک اردوگاه بزرگ به وجود آورده بودن و بعد از اون و مهمتر از اون این بود که نه تنها مردم مریوان بلکه از تمام شهرهای کردستان خیلی ها راه افتادن دست جمعی به طرف مریوان و یک کوچ مردم کردستان و انقلابیون کردستان به طرف اون اردوگاهی که مردم مریوان در اونجا بودن شروع شد. در تمام این مذاکرات پاک فؤاد حضور داشت و از همه نیروهای سیاسی که موجود بودن اونجا اطلاع میخواست که متحدانه عمل بکنن و عمل هم کردن. پاک فؤاد بعد از سالهای زندان تنها 11 ماه در قید حیات بود که در این مدت بیشترین و حساسترین وقت خود را برای مبارزات طبقاتی و ملی خلق کرد اختصاص داده بود. با شکوه‌ترین، معتبرترین و با ارزشترین مبارزات کموله و رویدادهای تاریخی و سیاسی کردستان در همه سطوح در این دوران و به رهبری پاک فؤاد انجام گرفته است. اعتصاب زندان سرندج، کوچ دست جمعی مریوان به اردوگاه کانیمیران واقع در نزدیکی شهر مریوان، راهپیمایی حماسی مردم سرندج، سقز، بوکان، مهاباد و بانه به مریوان، تشکیل شورای شهر مریوان، مذاکرات حساس و مهم با دشمن و خصوصاً با چمران نماینده مستقیم خمینی، پیروزی کوچ مردم مریوان و بازگشت آنان به شهر، شکست دادن نیروهای مزدور محلی، سخنرانی تاریخی در اردوگاه کانیمیران، سخنرانی در روستای دولاش، گفتگو و مصاحبه با روزنامه‌های معتبر جهانی از جمله روزنامه فرانسوی، روزنامه آیندگان، BBC، روابط متقابل با اتحادیه میهنی کردستان عراق و کموله رنجبران کردستان عراق، همه نمونه‌هایی از مبارزات و تلاش‌های خستگی ناپذیری بودند که پاک فؤاد آن را رهبری می‌کرد. ببین پاک فؤاد یکی از بنیانگذاران حزب کموله کردستان ایران بود که در آن زمان به عنوان سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران شناخته می‌شد و همونطور که اشاره کردم عرض کردم خدمتتون،
در درون زندان یکی از انسانهای مبارز و مبتکر سازماندهی مبارزات زندان، کار جمعی و کلکتیو، همیاری با یارانش و مقاومت در مقابل شکنجه های ساواک بود. و در اون زمان بسیاری از مبارزین، هم کومله هم غیر کومله، از جریان‌های مختلف متاسفانه جزو زندانیان سیاسی بودند که در زندان‌های شاه به سر می‌بردند. اما شهرت و آوازه ها در مورد زندانیان سیاسی و مقاومتشون و به اصطلاح کارهایی که در درون زندان انجام میدادند که بر روند آزادی درون زندان هم تأثیر میذاشت، آق فؤاد یکی از این چهره ها بود. و کما اینکه ما در کومله کسای دیگه ای هم داشتیم که هم زندانی کاک فؤاد بودند و به هر حال در این داستان‌ها و وقایعی که در درون زندان رخ میداد همکار و همیار بودند. اما باید بگم که کاک فؤاد چکیده ای از خصائل نسلی رو داشت که از هیچ مانعی برای نیل به آزادی راستش نمی هراسید و این اگر تعریف نباشد این اساس و این فرهنگ مبنایی بود که برش کومله شکل گرفت و در اون زمان تا حد زیادی فراتر از کومله به فرهنگ انسانهای مبارز آن زمان تبدیل شد که فداکاری، شجاعت، از خودگذشتگی، انسان دوستی و در عین حال فروتنی و خاکی بودن از صفات بارزشون بود. 28 مرداد سال 1358 کاک فؤاد در شهر بوکان بوده، در منزل آقای دکتر جعفر شفیق و سایر دوستان هم باش بودن. در اونجا یه دروغ محض از طرف جمهوری اسلامی از طریق رادیو پخش میشه که زنان رو در جلوی مسجد دارالاحسان که اون مسجد جامع اسفندیار گرفتار شده به واسطه عناصر چپ و کمونیست و همچنین زنان ما معلوم نیست زن پاسدار یا زن کرده گرفتار شدن و من آقای خمینی، آقای اطلاخونی دستور داد که حمله به کردستان شروع بشه. در اینجاست که کاک فؤاد در یک کاغذ کوچک چند جمله یکی از بهترین سندهای تاریخی خودش رو ثبت میکنه و خلق کرده بوده آزمایش رو می‌نویسه که میگه چون که به ما حمله کردن ما بایستی حتما از خودمون دفاع کنیم، ولی به هیچ به ما نمیخوایم که این جنگ به کردستان برسه. ولی از طرف پاوه آقای مصطفی چمران که نور چشم آقای خمینی بود همراه با آقای خلخالی که ایشون هم نور چشمش بود وارد پاوه شدن. در پاوه جنگ شروع شد، قتل عام شروع شد و بعد به مریوان رسید. در مریوان کاک فؤاد خیلی مخالف بود، اصلا نمیخواست که یعنی یکی از ایدهاش بود که ارتش و سپاهپاسداران نبایستی وارد شهر بشن. میگفت ما لیاقت اینو داریم، این شهر خودمون اداره کنیم، به اندازه کافی روشنفکر، به اندازه کافی متخصص، به اندازه کافی انسان‌های لایق در اختیار هست و میتونیم، دیگه احتیاجی نیست سپاهپاسداران بیا و اینجا حکم کنیم. اینی که شهر در معرض خطر قرار بود و کاک فؤاد و دوستانش الحق کادر خیلی صمیمی و رزمنده‌ای در مریوان بود و نبض شهر در دستشون بود. اینا یه تصمیمی گرفتن که این شهر رو به عنوان یه تاکتیک سازگار و معقول خلوت بود و قبلا هم مردم مریوان یه بار دیگه در جریان نبردها و اعیان و اشراف و فئودال‌ها یه بار دیگه یکی از روستاهای کنار مریوان به اسم داسرم این کار کرده بودن، یعنی مردم یه زمینه فکری داشتن. در عرض کمتر از شاید 3 ساعت با بلنگو تو شهر یه ماشین میگشت و به مردم گفت که شهر خلوت کنید، ارتش و سپاه میخوان حمله کنن و میدیم یه اردوگاه به اسم اردوگاه کانیمیران. شهر خلوت شد، به اردوگاه کانیمیران رفتن و در این اردوگاه رو سر من دقیقاً یادم رو سر اردوگاه این شعار نوشته شده بود: ما سر جنگ با کسی نداریم و تسلیم زورگویی هم نخواهیم شد. این یک اشعارهایی بود که خیلی دموکراتیک و واقعا روزنامه‌ها و ماس میدیا آن زمان از اون خیلی فیلمبرداری کردن. بعد کاک فؤاد در این دورانی که در مریوان بود و حضور داشت و اکثرا به شهرهای دیگر هم سفر میکرد، یکی از کارهای
خیلی دقیقش این بود که ارگان‌های دموکراتیک رو به خاطر جلوگیری از خونریزی و جنگ تأسیس نهاد. مثلا اتحادیه دهقانان ملیون، اتحادیه کارگران بیکار، اتحادیه ارگان دفاع از حقوق خلق کرد، بعد اتحادیه زنان مخصوصا، اتحادیه دانش آموزان و دانشجویان، اتحادیه بازرگان. این همه درست کرد که اینا ارگان‌هایی بودن در کنارش، خودش در کنارشون بود و مردم پیش میرفتن. یعنی من میتونم این ادعا کنم کاک فؤاد تنها رهبری بوده که اولا شیوه‌کار کلاسیک و سنتی رو کنار گذاشت و سیاست را به خیابونها، به کوچه ها، به خونه ها برد. یعنی مردم واقعا به خودشون اعتماد پیدا کردن. اصلا در ترکیب شورای شهر وقتی که آقای چمران داره گفتگو مذاکره میکنه که جنگ نشه و میخواست چمرانو به اون قناعت برسونه که جنگ نه، با مذاکره ما خودمون میتونیم، حتی همراه خودش یکی از اعضای شرکای فدایی آقای علیرضا کریمی، دو بازاری، حاجی بازاری بودن، اینا حضور دارن و در کنارش با چمران دارن صحبت میکنن. بعدش کاک فؤاد از زمانی که جنگی در مریوان پیش اومد بین عناصر ساواک قدیم و عناصر مترقی و پیشرو، در محاورات بود که برمیگرده پیشمرگ شهر رو کنترل کردن که میرن جلوی ماشینش میگیرن. یکی از پیشمرگ‌ها بوده که هم دوست کاک فؤاد بوده، یک پیشمرگ زحمتکش. و کاک فؤاد سلام پرسی میکنه، میگه رشید اسمشه، رشید احمدی، الان هم زنده است در اپسالا و زخمی بود در زمان جنگ. میگه رشید چرا این دستگاه رو باز زدی؟ رشید میگه که بله ما ناچار بودیم، اینا دشمن ما بود، کار بدی کردیم، به ضرر ما تمام شد، ما مخالف جنگی، ما اینا نیروهایی هستن که به هر صورت نوعی فریب خوردن ولی بعداً به پیش ما برمیگردن. و در عین سخنرانی هاش در اردوگاه کانی میران هرگیز این نبود که سانسور کنه، هرگیز در مخیلش، در اندیشش نبود که پشت پرده و سازش کنه. حتما وقتی که با چمران مفاوضه میکرد، گفتگو میکرد، میومد اردوگاه، فوراً تقاضا میکرد همه در میدون جمع میشدن و همه جزئیات براشون بحث میکرد. یعنی دموکراسی دیگه، دموکراسی واقعی. بعد ایده های اونا رو میخواست، هر کسی یه چیزی رو میگرفت و دوباره فردا مذاکره. دوران مذاکره یه پریود خسته کننده بود برای خلق کرد و برای گروه مذاکره‌کننده و نمایندگان مردم مریوان. مخصوص شورای مریوان دیگه زله شده بود، اصلا اینقدر خسته شده بود ازشون که جمهوری اسلامی و نمایندش که آقای چمران باشه وقت کشی میکردن، نیرو جمع میکردن. شبکه‌های جاسوسی که از کار افتاده بود مثل رکن‌دوی ارتش، شبکه جاسوسی ژاندارمری، شبکه جاسوسی ساواک، اینا از کار افتاده بودن بر اثر مبارزات مردم. اینا دوباره زنده میکرد و بر علیه مردم خود سازمان میکرد. اینه که کاک فؤاد معتقد بود که نبایستی حتی خون از بینی کسی بیاید. زمانی که در مریوان مناطق اتفاقات بوسه پیشمرگا حفاظت میشد، یکی از پیشمرگا روزی اشتباهی میکنه و یه تیر از تفنگ کلاشینکوفش به طرف پادگان شلیک میشه. اصلا فهمید به حدی ناراحت دلگیر شد، اصلا با اون پیشمرگ به حدی ازش خواست چرا این کار کردی؟ خب اینا منتظر بهونن، فوراً میان با خمپاره میزنن. خب بافت شهر مریوان هم اون زمان خانه هایی که سیمان و بتون که نبود، اولا از نیزر پشت بام ها درست کرده بودن، خانه ها بیشتر گلی بود و اگر یه خمپاره میخورد همه شهر میسوخت. و ما اون جنایت ها را در روستاهای اطراف بخان دیده بودیم و مردم واقعا وحشت کرده بودن. اینی که نمیخواد، میگفت اگر ما به همه پیشمرگان، به همه مردم شهر و شورایش، اگر ما بتونیم یک ساعت جنگ رو عقب بندازیم و جمهوری اسلامی وعده کنیم که یک ساعت دیگه جنگ کنه، بازم توده های مردم نفع کردن، بازم به نفع دموکراسی است، به نفع آزادی و واقعا نذاشت جنگ شروع بشه. و در این راستا هم واقعا خودش پیشرو و فداکار و همیشه در جوار دوستانش کارهای عظیمی رو در تاریخ جنبش خلق خود ثبت کرد و به این صورت من میتونم بگم که یکی از انسانهایی بود که مشتاق دموکراسی و طرفدار دموکراسی و ارگانهای دموکراتیک بود و برای اونها ارزش قائل بود و خیلی اهمیت بود. من یه خاطره رو فقط تعریف کنم از
دوستانی که با کاک فؤاد در اون زمان در زندان بودن تعریف میکنن که مدتی زندانیان سیاسی که 2 نفر از مبارزین کومله رو به بند زندانیان عادی به عنوان شکنجه میفرستن و در اونجا این رفقای کومله در بحث و فحص با زندانیان عادی و به اون عبارتی که معمول بود کار کردن روی اونها که معمولاً از بزهکاران جامعه بودند، زندانیان عادی متوجه میشن که اینها چه انسانهای بالایی هستند. مثلا یه اعتصابی صورت میگیره در درون زندان، این رفقای کومله در اعتصاب غذا شرکت میکنن. زندانیان سیاسی که این مدت در جوار اونها بودن مرتب میارن غذاهای خودشون رو به اینا تعارف میکنن و میگن خب بخورین، ما به کسی نمیگیم که شما اعتصاب نکردین، ولی ما نگران سلامتی و ماندن خودتونیم، شما به درد آینده جامعه میخورید. و حتی چند نفری از اینها در جوار این رفیقان کومله بعدها به خیل مبارزین کومله پیوست. میخوام بگم که کل اگرچه به هر حال این گروه از مبارزین آن زمان همونجور که اشاره کردم خصلت‌های خاصی داشتند که به هر حال در همه زمینه‌ها سعی می‌کردند که اندیشه ها و نظرات و افکارشون رو بر رفتارشون مسلط کنند و این رو با هم وفق بدن. در گفتار چیزی و در عمل چیز دیگر. از فرهنگ و فلسفه مبارزه این طیف از مبارزین اون زمان که همش هم شامل کومله نمیشه، اما در کومله یکی از نمونه های بارزش بود، دور بود. کاک فؤاد به همه عرصه های مبارزه یک نواخت و بدون تبعیض می اندیشید و براش راه چاره می جست. من یادم هست که بعد از قیام اولین مراسم 8 مارس رو از طرف اتحادیه های زنان کردستان که یکی از اونها هم در شهر ما در مریوان بنیان گذاشته شد، زنجیره‌ای از این اتحادیه های زنان به محض وقوع انقلاب درهای سازمان های زنان زمان شاه رو که بیشتر به شکل سوری و ظاهری بود اینها رو باز کردن و به اتحادیه های مدافع حقوق زنان در کردستان تبدیل کردن. کاک فؤاد به عنوان یک مبارز برجسته و آدم مشهور در حیطه جامعه کردستان هیچگاه اون نظری رو متاسفانه که اون زمان بسیاری از مبارزین داشتند که تحت تأثیر فرهنگ پدرسالاری معمولاً مبارزه و رو اومدن کار و فعالیت زنان یکم در حاشیه میمون، ایشون همیشه سعی میکرد اینو به متن بیاره و از هر حاشیه خارج کنه و آگاهانه توجه زیادی به فعالیت زنان داشت. من یادم میاد در همین 8 مارسی که به کمک ایشان ترتیب داده شد و به یکی از بزرگترین مراسم های بعد از اولین مراسم سازمان داده شده از طرف زنان در شهر ما بود، ایشون نقش زیادی داشتند و مرتب اصرار داشتند که با من صحبت کردند که حتما باید سخنرانی بکنی یا مثلا به بسیاری از دوستان من ماکارهایی سپورت که من آگاهانه متوجه بودم که ایشون میخواد این قضیه رو از غریبی و واپسماندگی در بیاره. قبل از اینکه کاک فؤاد از زندان آزاد بشه ملزومات یه رهبری و اعتماد کافی رو به دست آورده بود. زمانی که به عنوان کارمند، چون که ریاضتش خیلی دست بالایی بود، دخانیات یک کسی میخواست که اینا را سری براشون حساب کنه و خودت میدونی جریان چایکاران شمال مازندران، گیلان و مازندران و توتکارهای کردستان بانو و سردشت و مریوان اینا در یک شرایط غیر عادلانه و خیلی خصمانه رنج کارشون به یغما میره. یعنی این تولیدشو ازشون میگیرن و با قیمت گزافی دولت اون وقت میفروخت
مثلا توتن در کردستان جمعآوری میشد و به کشور عربستان ارسال میشد. اینی که در اونجا بود که با رنج و درد مردم آشنا شد و زمینه های این رهبری رو پیدا کرد. به این معنی که از کانال اعتماد مردم اعتماد کافی داشت. در اون زمانی که 2 ماه کارمند دخانیان اعتماد شروع شد، دیگه رشد کرد این اعتماد که رفت تهران و برگشت. مثلا دوران افسر وظیفه‌اش که تو مریوان بود دوباره همون روی اون ساختمان اعتماد دوباره اجرهای گذاشت و این اعتماد بازم بیشتر شد. اصلا باور کنید در اون اداره کارش که برق مریوانه یکی از کارمندان که لزومی نداره اسمش رو ببرم برای فرمانده رو صاحب جاسوسی میکرد، اصلا به دلش نمی آورد اصلا. همه میگفتن کار اینه گزارشای تو را با من حسین میگم نه اصلا این فریب خود از دیگه باید که روش کار کنیم اطلاعات بهش بدیم که بفهمه حق حیات داره، حق زندگی داره. این ارگان مستقله، مگر ساعت میتونه تو عمل جراحی دخالت کنه؟ نمیتونه. دکتر داره تصمیم میگیره. مگر ساعت میتونه در مثلا فرض صورت شناس عمل دخالت کنه؟ نه، کار سخت احواله و از این قبیل. اینه که اعتمادش خیلی زیاد شد. زمانی که با اون فرماندهان مریوان به اسم نیرومند در افتاد، همه کس میگفتن نیرومند خیلی نیرومنده و میتونه فعال به اصلاح نابود کنه، ولی واقعا وایستاد، واقعا تا برش نداشتن و پاپوش باید جز کرد اصلا تسلیم شد. همون کاری که برنامه‌ای که داشت خودش اجرا کرد. برخرسانی به مناطق زحمتکش و فقیر میشیم، برخرسانی به دبستانهایی که در جاهایی بودن که خیلی محروم بودن. اینه که در اونجا خیلی اعتمادش بالا گرفت و پشتوانه مادی پشترش ردیف شد. بعدش هم که میره به بروجرد در مناطق اونجا هم خیلی از دوستان عزیزی که الان هم با جریان کردستان هستن و از مناطق مثل انترناسیونال های از بروجرد و خرم‌آباد و اهواز و اینا با جریانات کردستان سرکار دارن. نتیجه کار عزیزان است که یکی از اونا کافواد در بروجرد هم خیلی محبوب بود. بعد که برگشتن جمهوری خواست دلیل بشه، در هنرستان دیگه همه سر در راهش بود که دوستش داشتن. اولا تو اون شهر دست خونده بود، همه مردم اونو میشناختن. بعد معلمایی که اونجا بود اکثرا با هم دیگه همکار یا همکلاس بودن و اینه که در اونجا در اون عرض ما تونست کارهایی بکنه که خیلی اعتماد مردم جلب کرد. در زندان که رفت همون کار کرد که برگشت تو زندان سنجور اعتماد مردم ساوت. مثلا اصلا باور نمیشه که در عنصر از زندانی‌های عادی سنجور پیشمرگ شدن، پارتیزان شدن. چرا؟ در زندان با کافواد بودن و متأثر از ایده های انقلابی او و متأثر از ایده های رفقایش. اینا وقتی که از زندان آزاد شدن فوراً به نیروهای مسلح مرد یا حزب دموکرات و یا کومال پیوستن، ولی بیشتر به حزب کومال پیوستن. اینه که اعتمادها خیلی زیاد شد و خیلی متواضع، خیلی انسان نابغه که این همه در کنکورها و موفقیت‌های بزرگی که نصیب شده بود و دست آورده بود اصلا به کسی نمیگفت من کی هستم. زمانی که توی روستا بودن و اتحادیه دهقانان تشکیل شده، به مسجد میره و خیلی احترام به دیگران میذاره و با مردم خوب بحث میکنه. ولی در اون لحظه سخنرانی که سخنرانی میکرده و تمام شده، یک کسی میپرسه رئیس شما کیه؟ بعد کافا هیچی نمیگه. یکی از دوستان پیش من میگه همین کافا. این هیچ ناراحت نمیشه کافا. تمام شو اینا بیرون میان که برن به اساس جوله سیاسی، یک گشت سیاسی به روسیه بیزه. در یه مجمع خصوصی با دوستان میگه من خیلی ناراحت شدم از این حرف شما مگه به خودتون اعتماد نداری؟ خب چی از من کمتر داری؟ خب نباید همیشه منتظر باشی. فقط هست یعنی شما باید مثل یک انسان لایق کردن و یک انسان پیشرو رهبری رو به دست بگیری، حالا در هر سطحی که دلتون میخواد. اینه که کافواد معتقد به اعتماد بهش داشتن و مردم واقعا دوستش داشتن. من دوستانی رو میشناسم که در لحظات اول با ایشون مثل پارتیزان شهر را ترک کردن و نیروی نظامی کومل را به وجود آوردن و با ایشون بودن و چقدر خاطرات جالبی ازشون دارن. در اون لحظات که ساعت دیگر 2 ساعت دیگر کشته میشه و یا روش میرن و بهشون حمله میکنن، گزارش وضعش رو به کمیته مرکزی کومل می‌نویسه. ما این قدری وضع اینجوره، روشنفکرها خیلی نازیان تا زحمت کشا خیلی خوبترن
وقتی میرسیم جای ساعت کنیم همه خشاباشون رو برمی‌دارن، تفانگشون میزنن، ولی زحمتکش تشخیص میده باعثی برای نگهبان نظر وظیفه. یعنی گزارش دقیق از نظر سنترالیسم دموکراتی و از نظر دموکراسی اینو رعایت کرده و گزارش رو میده. به نظر من کفایت توده های مردم بهش اعتماد داشتن. وقتی که این اعتماد یقین بود و 100% بود، به خواسته هاش به حرفاش طبعا گوش میدادن و دنبالش میمدن و وقتی که اعتماد کافی بود و ایمان داشتن دیگه دنبالش میمدن. البته بذار من اینو بگم به انصافی نباشه، کادرهای مریوان و انقلابی مریوان همگی انسان‌های لایق و شایسته بودن، همگی کار کرده بودن، سالهای سال کار سیاسی اجتماعی توها و این کار انجام دادن. مطلبی که من به نظر میاد اینه که کفایت مرز عجیبی با خط مشی سازمان شرکت فدایی خلق داشت و مرزبندی با سازمان و حزب توده هم داشت. از این نظر یه سبکار تازه، یه شیوه‌کار تازه‌ای که احزاب کلاسیک و سنتی نمیتونستن اون اجرا کنن، تلفیقی از تئوری‌های مدرن امروزی و پرکتیک و کار عملی اینا تلفیق داده بود و به هم دیگه بافته بود و این شیوه میتونست تو مردم کار کنه. بعدم نگاه میکرد اگر پتانسیل مردم، ظرفیت مردم در حد کافی بود، حتما اون تاکتیکش به جلو میبرد و به اصطلاح براش تبلیغ میکرد. ولی در اردوگاه کالیمیران زمانی تشخیص میده که مردم واقعا دیگه حوصله‌شون سر رفته، دیگه طاقت ندارن و خودش میگه احتمالاً زیرکی برن و بشر بگردن، خودش رسما اعلام میکنه ما این کوچو تموم میکنیم و یه سخنرانی اونجا انجام میده که در سخنرانیش چندین بنده و خیلی جالبه که سخنرانی انترناسیونالیستی و معصومیت جهانی و مقصد BBC اونو در برنامه جام جهانی ریله کرد و پخش کرد. ولی در یکی از بندهاش میگه رفقای عزیز، خواهران، برادران، مادران و پدران عزیز، ما یه مقدار در انبارهامون مواد غذایی مونده و مطمئن باشید این مواد غذایی رو ما بین اونایی که فقیرن و هیچ چیزی ازشون نیست تقسیم میدیم. یعنی از دارایی ها و از اموال مردم مثل مردم که چشم حفاظت میکرد. ما کمتر دیدیم این خصلت‌های نیکو در رهبران، ما کمتر میبینیم که واقعا مواظب باشه و حق مردم رو به خودشون تفتیش کنه. و اینه که هیچ بعید نیست، شما شاید اطلاع دارید که الان در کردستان و در حتی مناطق دیگه در اهواز من شنیدم یک کتابخونه به اسم کفایت درست شد و سال 15 این آتش زد. در کردستان خیلی اسمایی هست که به اسم فؤاد گذاشتن و به افتخار و به یاد کفایت اسم بچه‌شون فؤاد گذاشتن. این مبارزات و فعالیت‌های سیاسی در سطح ایران و جهان انعکاس وسیعی داشت. زمانی که راهپیمایی حماسی مردم و جوانان شهرهای کردستان به مریوان رسید، شعارهایی را با صدای رسا و بلند می‌خواندند، از جمله مریوان مریوان سنگر آزادگان، زنده باد برادریمان، مبارزه و اتحادمان. فرمان جهاد خمینی که مستقیما دستور قتل عام ملت کرد را صادر کرده بود، اوضاع کردستان را به فاز دیگری برد و مبارزات مردم کردستان را بر علیه ارتجاع حاکم به مرحله خشونتباری سوق داد. نعلین آخوندهای مرتجع به مراتب بی‌رحم‌تر از پوتین دیکتاتورها بود. آنها آزادی را زیر عباهایشان زندانی کردند و سانسور، قتل عام و دیکتاتوری مطلق را بر سرزمین کردستان تحمیل نمودند. اما علی‌رغم همه این قساوت‌ها، خلق کرد در برابر این هجوم و دیکتاتوری جانانه مقاومت کرد و جانفشانی کرد و حماسه‌های جاویدان را در تاریخ به یادگار گذاشتند. کردستان بعد از فرمان خمینی به شیوهی وحشیانه محاصره شد. مردم بی‌دفاع را کشتند و کردستان را به ویرانه‌ای تبدیل نمودند. آزادیخواهان کرد را به زندانها برده و مورد شکنجه قرار دادند. مردم را در روستاهای قلاتان، ایندرقاش و قارنا به طور دست جمعی قتل عام کردند. تعداد زیادی از زنان و مردان را در شهرهای کردستان تیرباران کردند. هنگامی که کاک فؤاد برای سازماندهی و هدایت ارگانهای کموله در شهر بانه به سر می برد،
به ناگاه خبردار شد که 9 تن از آزادیخواهان مریوان از جمله 2 برادرش حسین و امین مصطفی سلطانی اعدام شدند. در آن هنگام او با ماموستا شیخ عزالدین حسینی و اشخاصی مانند دکتر قاسملو، مام جمال طالبی و سایر رهبران کموله، شیخ جلال حسینی، مسئولین سازمان پیکار، مسئولین چریک‌های فدایی خلق ایران در حال رایزنی و گفتگو بود. سپس برای سازماندهی نیروی پیشمرگ به مریوان برمیگردد. بعد از توصیه‌های لازم و سازماندهی نیروهای پیشمرگ در منطقه مریوان تصمیم می‌گیرد که مجدداً به شهر بانه بازگردد. کاک فؤاد همراه با همسفرهایش در برگشت به بانه و در مسیر جاده سقز مریوان همراه با نماینده سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران آقای طهمورث اکبری روز 9 شهریور 1358 شمسی در نزدیکی روستای بستام در نبردی خونین و قهرمانانه جانشان را از دست دادند و تاج سرفرازی را بر سر نهادند. مثلا یکی از اون کاراش بود. آخرین باری که من کاک فؤاد رو متاسفانه دیدم یکی از غروب‌های پاییز فکر کنم 58 بود. 2 نفر از دخترانی در منطقه هورامان، 2 خواهر کشته شده بودند به دست عواملی که اون موقع به هر حال سر به جمهوری اسلامی بودند در منطقه و ما به عنوان اتحادیه زنان در یاد اونها اطلاعیه صادر کرده بودیم. ایشون اومد و شخصا برای مأموریتی که هیچگاه ازش برنگشت به منطقه شمال کردستان سفر میکرد، اومد و اون اطلاعیه ها رو گرفت و گفت اینها باید فقط به منطقه شما مربوط نشه، محصور نشه و من باید اینا رو بردارم و ببرم در مناطق شمال تکثیر کنم و اونجا گفته بشه که این عوامل به چه کارهایی در منطقه مشغولند و این 2 دختر جوان بیگناه رو صرفاً به صرف مبارز بودنشون کشتن. منظورم اینه که به همه این جنبه ها نگاه میکرد و با رفتارش سعی داشت تا اون جایی که به مربوط به زنان بود که این فرهنگ پدرسالارانه رو که معمولاً باز تولید میشد ایشون در رفتار و عملهای خودش به پس برونه و کمرنگ بکنه و این بسیار به نظر من در آن زمان که هنوز فرهنگ فمینیستی و برابری خواهی اگرچه در کردستان بیشتر از جاهای دیگر به میدان اومده بود ولی هنوز در حاشیه مونده بود، ایشون اینجوری فکر میکرد و سعی میکرد که به همه جنبه هایی که تبعیض هست بنگره و به سهم خودش بپوشه که اونها رو برای رفعش راه حلی بیابه. فکر میکنم این یکی از وجوه شخصیتی کاک فؤاد بود، اون رو محبوب کرده بود. ایشون در کنار کشاورزان و دهقانان دهات روستا کار میکرد یا رویاورشون بود، در اتحادیه هاشون در ایجاد اولین اتحادیه های دهقانی در اون منطقه نقش مهمی داشت و نقش رهبری داشت. در سنگرهای خیابان و مبارزات اعتراضی خیابانی همراه بقیه بود. خود رو نه بر دیگران بلکه در کنار دیگران میدید. انسانی مبتکر، دلسوز و در این حال بسیار صمیمی و بی تکبر و فکر میکنم این خصوصیات بسیار در دل دوستداران کاک فؤاد در اون روزها لانه کرد و تا الان هم یاد و نام نیکویی از خودش به جا گذاشته. در عرصه نظامی هم که آخرین بار متاسفانه شهید شد آدم لایقی بود و در زمینه تحصیل هم بسیار با استعداد تا جایی که در زمان شاه در اغلب کنکورهای سراسری در ایران رتبه بالا رو آورد و
با معدل بسیار بالایی به دانشگاه راه یافت. مجموعه این خصوصیات، رهبری مبتکر، دلسوز و فکور برای معضلات اجتماعی راهیابی میکرد، چاره‌سازی میکرد و با همون دیده به مشکل کارگران، کشاورزان، زنان، معضل بزرگ بی‌حقوقی ملت کرد و باقی ملیت‌های ایران مینگریست و در دیپلماسی بسیار مستدل و با پرنسیپ و بسیاری از حرکات اجتماعی آن روزها قبل از شهید شدنش که کردستان رو به سنگر آزادگان تمام ایران تبدیل کرده بود، کاک فؤاد مهر خودش رو زده بود و فکر میکنم که اینها دریایی از نبوغه که بالاخره عامه مردم و اجتماع این رو درک کرد و حب کاک فؤاد رو از اون روز تا الان در دلها کاشته میشه. زمانش رو مشخص بکنید. بله، من خاطرهای زیادی دارم از کاک فؤاد در زندان به خصوص و همچنین بعد از خارج شدن از زندان در کارهایی که با هم کردیم، من جمله تشکیل جمعیت ها، شورای هماهنگی جمعیت های کردستان و اینا. ولی من یکی دو تا خاطره از اینا را انتخاب میکنم، من جمله خاطره زندان. ما به خاطر اینکه توهین کرده بودن به آقای احمدی و دیروز کاک فؤاد پیشنهاد کرد که ما رو پیشنهاد کرد که ما یه اعتصاب غذا بکنیم و اعلام کردیم اعتصاب غذامون رو به زندان و به ساواک و گفتیم تا زمانی که رسیدگی نکنیم به این مسئله ما حاضر نیستیم اعتصابمون رو. اعتصاب غذا 9 روز ادامه داشت و این اعتصاب غذا به قدری ما را متحد کرد که زندانیای عادی براشون قابل تصور نبود. اونا همشون هیکلای خیلی بزرگ و به اصطلاح عادی داشتن، ما هیکلای ریز و میز و کوچولو، ولی ما مقاوم بودیم. اونا خودشون میگفتن که ما یه سیلی بهمون میزنن همه چیزو میگیم، شما چطور شده که اینجوری میتونیم مقاومت کنیم؟ ما البته نمیتونیم بگیم که چیزی رو مخفی کردیم و نگفتیم، ولی به هر حال دوستی و صمیمیتی که وجود اومد میان ما و میان زندانیای عادی باعث این شد که مثلا یکی از این افراد چیز به اصطلاح محکوم شده به اعدام فندکش رو بیاد بده به کاک فؤاد، بگه من دلم میخواد اینو به تو بدم و این مسئله رو به اصطلاح این دوری خواست خودش رو نزدیک بکنه به کاک فؤاد. یا در زندان من گفتم فکر میکنم در سال قبلی هم ما در زندان ورزش میکردیم، ورزشی که ما کردیم بعداً تبدیل شد به ورزش زندانیان عادی، علی‌رغم اینکه ترس بود که اذیتشون بکنن، ولی همون حرکاتی رو که ما میکردیم اونا هم خودشون یه گروه اون ورزی جمع شده بودن این حرکات رو انجام میدن. بعد در شورای هماهنگی جمعیت ها با صمیمیتی که داشت، رفقایی را که با ما در یک تشکیلات نبودن به قدری به خودش جذب کرد که در کل جمعیت های کردستان که
به اصطلاح تشکل دموکراتیک انقلابیون کردستان بود در واقع و کمالا توش خیلی مؤثر بود. همه اینها تبدیل شدن بعداً به بخشی از نیروی کمالا. نگاه کاک فؤاد که همون نگاه کمالا هم بود، در اون زمان نه جنگ بود نه خونریزی، بلکه برعکس تا آخرین نهایت تلاش این بود از جانب مبارزین آن زمان و رهبرانی چون کاک فؤاد و بقیه رهبران کماله که درگیری ایجاد نشه در کردستان و خونی ریخته نشه. اما این جمهوری اسلامی بود که در حدود چند ماه بعد از روی کار اومدنش فرمان حمله به کردستان رو از طریق نخست وزیر وقت که آقای بنی صدر بود و ایشون گفتن که پوتین ها رو باز نکنین تا قائله کردستان رو پایان میدین، اینا حمله به کردستان رو سازمان دادن. قبل از اون یه هیئت از تهران روانه سنندج شد و نمایندگان کرد از همه احزاب عمدتاً کماله و دموکرات بودن شرکت کردن در صحبت و دیالوگ با این هیئت و اونها قول دادن که مسائل کردستان رو با حسن نیت و صلح‌جویی به جای برسونن. اما متاسفانه اینجوری نبود و خمینی چیزی نگذشت که حکم حمله به کردستان رو صادر کرد. طبعا کماله آن زمان میدانست و مخصوصا خود کاک فؤاد در جایی اعلام کرده بود که دیگر از طریق سازمان‌های مدنی و یا به هر حال اون مبارزه صلح‌آمیز صلح‌جویانه‌ای که تا الان پیش رفته دیگر قادر نخواهد بود در مقابل سرکوب رژیم جوابگو باشه و ما باید خودمون رو برای دفاع از خود آماده بکنیم. در واقع دفاع از خود بود، یعنی کردها هیچ وقت ابتدا به ساکن دست به اسلحه نبردن، بلکه در مقابل یه هجومی تا امروزشم از خود دفاع کردن و این دفاع مشروعه. نوروز خونین بر شهر سنندج تحمیل شد و هزاران نفر، اگه مبالغه نکرده باشم، نعش خیابانها شدن. از بالا و پایین نیروهای جمهوری اسلامی به کردستان حمله کردند. بعد از اون اصرار داشتن که در شهر مریوان مقر سپاه پاسداران رو دایر بکنن و در شهرهای دیگر هم. هنوز قسمتی از شهرهای کردستان بخشیش در دست نیروهای مبارز کرد بود، اما اون جایهایی رو که تصرف کرده بودن میخواستن بلافاصله نیروی عظیمی بهش گسیل کنن و اونجا رو به مرکزی برای خود، یعنی پاسداران روی کار اومده، تبدیل کنن. این بود که در شهر مریوان در مقابل این عمل اعتراضات بزرگی شد و بعد هم مردم به اعتراض به دایر کردن مقر سپاه پاسداران در شهر کوچ اجباری رو بر خود تحمیل کردند و تمام شهر در ظرف چند ساعت تخلیه شد و به یکی از روستاهای اطراف پناه بردند. تا الانش هم به عنوان کوچ اعتراضی مردم مریوان مشهور شد. در این نوع مقابله مدنی بی‌نظیر که ما فقط تا آن زمان در کتاب‌ها خوانده بودیم، کاک فؤاد نقش مهمی داشت. صرفاً این کار رو انجام داد برای اینکه شهر میدونست که مورد هجوم قرار میگیره و مردم کشته نشن. بعد از مدتی موندن مردم در خارج از شهر، رژیم نماینده‌ای به میان آوارگان فرستاد و قول داد که حتما به مطالبات مردم شهر توجه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که خون از دماغ کسی بیاد. اما اینجوری نبود. بعد از برگشت مردم به شهر چیزی نگذشت که عده‌ای از مبارزین رو دستگیر کردند و به جوخه اعدام در سنندج و مریوان و بقیه شهرها سپردند. برای اینکه به هیچ قول و وفای این رژیم
اون موقع این مبارزین میدونستن که نباید اعتماد کرد و نهایتاً مردم بسیج شدن. یعنی در زمانی که شهر تخلیه شده بود، خود نگهبانی های شهر تخلیه شده مریوان توسط خود مردم اداره می شد. حراست از خود اردوگاه آوارگان هم همچنین، و مردم دریافتن که در مقابل این حملات تا آنجایی که میتونن مقابله بکنن. میخوام بگم که این راه حل ها همش امتحان شد، ولی در آزمایش رژیم بالاخره مردود گردید و نیروهای مسلح احزاب کردستان ایران به هر حال شکل نیروی پیشمرگ گرفتند و مسلح شدند و تا امروزش هم متاسفانه ادامه داره. مردم حقشناس منطقه مریوان و هومه پیکر بیجان کاک فؤاد را به زادگاهش انتقال دادند و با احترامی زاید الوصف که شایسته آن رهبر برجسته بود، او را به خاک پاک کردستان سپردند. در قبرستان طالع سوار آلمانه در کنار کاک فؤاد، برادرانش حسین و امین مصطفی سلطانی که 6 روز پیش در پادگان مریوان به دستور خمینی و نماینده شیخ صادق خلخالی تیرباران شده بودند، به خاک سپرده شد. متاسفانه کاک فؤاد بعد از زندان تنها 11 ماه فرصت رهبری مبارزات خلق کرد و ملت مظلوم کردستان را داشته و در قید حیات بود، ولی در همین مدت کوتاه توانایی‌ها و عزم راسخش او را به رهبری بی‌بدیل در مبارزان کردستان تبدیل کرد. یاد و نامش با مبارزات مردم کردستان عجین و جاودانه شده است. بود کاک امین معلم روستاهای مریوان، بعد ماجد دانشجوی سال 4 پزشکی، امجد دانشجوی سال 3 برق در شهر رضائیه و کاک فؤادم که مهندس برق بود. این 5 نفر شهید شدند. 2 تا از این برادرام به وسیله مکتب قرآن سنندج و سپاه پاسداران در شهر اسیر شدند و روز 3 شهریور توسط آقای خلخالی به شهادت رسیدند. اینا جسدشون رو به آلمان برگردوندن و مراسمی براشون برگزار شد. در اون مراسم بودیم که یه کسی که حالت جاسوسی داشت بین دولت و بین خانواده‌های که انقلابیون و مصیبتی داشتن میمن به ما گفتن که خلخالی گفته بیاین تو یه جیب سوار بشید بریم پادگان و از این حرفا. اینو با پدرم مطرح کردیم و با آمدن هیچ کدوم راضی نگفتن. این توت است. اینی که ما اون مقطع با طوفان که خودمون رو مخفی کردیم و حاضر بودیم که اگر اومدن ما رو محاصره کنن تا آخرین لحظه بزنیم. من در یکی از اون کوهستان‌ها بودم در آلمانه که یه آقای اومد گفت بیایید قبر کندیم و کاک فؤاد شهید شدیم. من واسش قبل از اون برای که 2 برادرم 6 روز پیش شهید شده بودن دوربین داشتم، از مراسمشون عکس‌های جالب و تاریخی گرفتم از مردم و اینا در ماس مدیا پخش شده. ولی اونجا دیگه بعدی سقوط کردم و برادرای دیگه هم همینطور و چند نفر دیگه با هم اصلا یه جوری سقوط کردم که اصلا مثل که رو زمین نیستم. خلاص پاهم میلرزید، دستم گرفتم و منو به قبرستان اسمش طالع سوار آوردن. اونجا بودیم دیگه با مادر و همه خانواده ها. دیگه اصلا به ذهنم نرسید که هم برادر بزرگم سعیده و هم خودم دایره دورین هستیم که از اون مراسم از اون لحظه اصلا تعریف کنیم. اینه که کاک فؤاد در نهایت در میان اندوه فراوان به خاک سپرده شد و من اصلا نمیتونستم نه به سر کار برگردم مثل دیگری و نه به فقط این بود که مادرمون خیلی تونست ما را نگه داره. یعنی واقعا زمانی که میفهمید که خیلی ناامید شدیم مایل شدیم از ما عصبانی میشد. من یه لحظه یادمه که مهمون زیادی اومده بود، من و برادرم عبدالله وایساده بودیم و گریه میکردیم. اصلا بعدی از ما عصبانی شد چطور این کار میکنی؟ مردم اومده بایسکلی پذیرایی کنید خوش آمدید. اینجور مثلا خیلی مواظب ما. اینه که من مثل که اولا یه معلم از دست دادن، یه مشاور خیلی رتبه بلند و همچنین یه رفیق عزیز و یکی از رهبران کاریزما که نه من بلکه خلق کرد و جنبش چپ و اومانیستی ایران ضرر زیادی کرد که این رهبر از دست طبعا بسیار غمگین و بسیار
مرگ سنگینی بود، نه برای من، برای همه اونایی که تأثیرات کاک فؤاد رو از نزدیک دریافته بودن و نقشش رو حس می کردن. من صحنه آن زمان رهبرایی رو در سطح دنیا دیده بودم که وقتی فوت میکنن چجوری مردم خاک بر سر میریزند و به هر حال و چقدر به شکل عمومی تأثیر خودشون رو نشون میدن. این صحنه رو من در مورد مرگ کاک فؤاد دیدم و متاسفانه کاک فؤاد موقعی شهید شد که هنوز 1 هفته از اعدام 2 برادر دیگرش میگذشت و مادر کاک فؤاد زمانی که با نعش کاک فؤاد در ده خودشون روبرو شد که من همراهش بودم و عده‌ای بودیم که در خود روستای ساکن خانواده کاک فؤاد در اونجا ساکن بودن، المانه جمع شده بودیم و مشغول عزاداری و بالاخره روبرویی با این غم بزرگ بودیم که ناگهان جسد کاک فؤاد رو به روستا برگردوندند که در یک جنگ نابرابر بعد از ساعتها با نیروی چمران درگذشته بود و شهید شده بود. ایشون بلافاصله که جسد پسرشون رو دیدن گفتن که من تا الان سیاه نپوشیده بودم و در لباسهاش مشاهده می کردیم که هنوز گلهای سفید ریزی در لباس، در پیرن کردیش دیده میشه و خودش به اونها اشاره کرد و گفت این رو فقط به خاطر فؤاد نکرده بودم، الان دیگر باید تا زنده هستم سیاه بپوشم. از خود خانواده‌اش، دوستانش، مردم روستایی که فؤاد در کنارشون کار کرده بود، زنانی که نیروی مبارزی که در کردستان کار کرده بودند و فعال بودند و کاک فؤاد یار و همیارشون بود، کارگرانی که کاک فؤاد برای خواسته هاشون از خودگذشتی های زیادی کرده بود، جوانانی رو که ایشون بسیج کرده بود در این شهر و در این منطقه که چجوری به خیل مبارزین بپیوندند و برای حقوق خود فعالیت بکنند و الی آخر و تمام زندانیان سیاسی از اقصا نقاط ایران که درش که باهاش در بند، در یک بند و در یک سلول بودند و یا حتی شهره و آوازه‌اش رو شنیده بودند، افراد غیر کرد، همه در مجلس ترحیم کاک فؤاد شرکت کردند و در واقع شخصیت فراکردستانی و مبارز همگانی کاک فؤاد حتی در مجلس ترحیمش گین و چه تأثیری برای دراز مدت خواهد داشت. اما مرگ کاک فؤاد از یک لحاظ بالاخره مانند ققنوسی شد که بالاخره نسلی رو برای مبارزه و فعالیت تربیت کرد و این نسل ها تا الانشم کار خودشونو دارن میکنن و کمابی بیشتر مقابل این بی‌حقوقی و این ستم وسیع ایستادند. در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به 7 شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. جویین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم،
تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نه آن گونه که غنچه‌ای گلی یا ریشه‌ای که جوانه‌ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که عامی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو طوع و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران میپرستیدند، بتی که دیگرانش میپرستیدند.